باشگاه بارسلونا مرکز فوتبال جهان، خانه‌ای که نیازی به تعریف ندارد، اما یک نفر است که این خانه را به واقعیت تبدیل کرده و اسم او همیشه در دلهای هواداران به گوش خواهد رسید. لیونل مسی در 24 ژوئن 1987 در روزاریو در کشور آرژانتین در خانواده‌ای کارگری به دنیا آمد. لیونل مسی از طرف پدر اصالت ایتالیایی و اسپانیایی دارد که نوه مهاجرانی از منطقه آدریاتیک مارکی ایتالیا در شمال مرکزی ایتالیا محسوب می شود. لئو در خانواده‌ای تنومند و عاشق فوتبال بزرگ شد. از کودکی اشتیاق به این ورزش پیدا کرده بود و دائما با برادران بزرگترش رودریگو و ماتیاس و پسرعموهایش فوتبال بازی می‌کرد. مادر بزرگش او را در تمرینات و مسابقات همراهی می‌کرد. او کمی قبل از تولد در سن 11 سالگی به شدت تحت تأثیر مرگ مادر بزرگش قرار گرفت. از آن زمان به عنوان یک کاتولیک مؤمن اهداف خود را با نگاه کردن به بالا و اشاره به آسمان برای ادای احترام به مادر بزرگش جشن می‌گیرد. بدون فوتبال او برای ادغام در تیم تلاش کرد. او ذاتاً محبوب بود، آنقدر ساکت بود که هم تیمی‌هایش در ابتدا معتقد بودند که او لال است. او از کودکی شروع به بازی کرد و استعدادش به زودی آشکار شد. با این حال در سن 11 سالگی مسی به کمبود هورمون رشد GHD مبتلا شد. این وضعیتی بود که رشد را متوقف می‌کرد و نیاز به درمان پزشکی گران قیمت از جمله استفاده از داروی هورمون رشد انسانی بود. باشگاه محلی او علاقه‌مند به جذب مسی بود، اما نمی‌خواست هزینه درمان او را بپردازد. با این حال مسی به بارسلونا رفت و رکساج مربی تحت تأثیر قرار گرفته بارسلونا به مسی پیشنهاد قراردادی که روی یک دستمال کاغذی نوشته شده بود که شامل پرداخت هزینه درمان مسی در اسپانیا نیز میشد داد. لیونل مسی در یکی از مصاحبه‌های خود میگه: من با ترک آرژانتین فداکاری‌های زیادی کردم و خانواده‌ام را ترک کردم تا زندگی جدیدی را شروع کنم، اما هر کاری کردم برای فوتبال انجام دادم تا به رویایم برسم. به همین دلیل من برای مهمانی بیرون نرفتم یا کارهای دیگری انجام ندادم. لیونل مسی در رده‌های بالاتر پیشرفت کرد و اولین بازی خود را در فصل 2004-2005 انجام داد و تبدیل به جوانترین بازیکنی شد که در لیگ گل زده است. در سال 2006 مسی بخشی از تیمی بود که 2 جام را برنده شده بود. یک جام در لالیگای اسپانیا و دیگری لیگ قهرمانان اروپا. در فصل بعد در سال 2006-2007 در سن 20 سالگی مسی اولین مهاجم و بخش مهمی از تیم بارسلونا به شمار می رفت که تیم به او نیاز داشت. مسی دارای افتخارات بسیار زیادی است که در تیم بارسلونا و در تیم ملی خود کسب کرده است که از جمله آنها عنوان قهرمانی لالیگای اسپانیا، جام حذفی اسپانیا، سوپرکاپ اسپانیا، لیگ قهرمانان اروپا، سوپر جام یوفا، جام باشگاه‌های جهان و فیفا و در تیم ملی مدال طلای المپیک، جام جهانی فوتبال زیر 20 سال، جام جهانی 2006، جام جهانی 2010، جام جهانی 2014، 18، 22 و قهرمانی در جام جهانی 2022 است. زندگی خصوصی مسی با استانداردهای فوتبال مدرن سبکی زندگی نسبتاً خصوصی و متوسطی دارد. او تلاش می‌کند تا ارتباط خود را با زادگاهش روزاریو حفظ کند. همچنین مسی به عنوان سفیر یونیسف عمل می‌کند و بنیاد خیریه خود را دارد. از دسترسی کودکان به آموزش و ورزش حمایت می‌کند. به دلیل درمان گران قیمت خود او همچنین به بیمارستان‌های آرژانتینی کمک کرده است تا هزینه‌های درمان مشابه خود را بپردازد برای کودکانی که بیماری مشابه با بیماری خود، یعنی همون هورمون رشد، داشتند.
مسی و همسرش 3 فرزند دارند به نام تییاگو که متولد 2012 میلادی و ماتئو متولد 2015 میلادی و چیرو متولد سال 2018 میلادی است. در حال حاضر مسی در حال بازی در یکی از لیگ‌های کشور آمریکا است و به ماجراجویی خود ادامه می‌دهد.